صدای شکسته شدن جام عمر قدرت‌های به ظاهر بزرگ به گوش می‌رسد. تردیدی نیست که پیروزی‌های بزرگی به نفع ملت‌ها در راه است. دوران زورگویی و اداره کردن جهان با قدرت نظامی به سر آمده است و امروز عصر ملت‌ها و حاکمیت منطق، عدالت و خداپرستی است. رئیس جمهوری که با چنین آرایی در سر کار میاد وامدار هیچ کس جز خدا و مردم نیست. این معنای مردم سالاری است. ملت عزیز ما این نعمت الهی رو قدر بدانند، بر او پای بفشارند. دنیا بداند ما با توکل بر خدا و تکیه بر مردم از هیچ قدرتی هراس نداریم. ملت ایران از حق مسلم خود صرف نظر نخواهد کرد. بشنوید، این صدای ملت ایران است که نظر خود را به صراحت نسبت به انرژی هسته‌ای اعلام می‌کند. بشنوید.